سلام مخلصم، قربونتون برم. اومدم لامپ LED خونه رو تعمیر کنم. با توجه به اینکه قیمتاشون هم خیلی بالا رفته، به صرفه یه اقدامی اول تو خونه انجام بدیم. سلام خیر مقدم. من شارژم ندارم، حالا ویدیو رو میذارم تو IGTV. خیلی اتفاق مهمیه. من تا حالا این کارو تو خونه زیاد انجام دادم. اگر میخواستم حالا برای تعمیر بفرستم یا اینکه خدمتتون عرض کنم که میدادم تعمیرگاه یا عوضش میکردم، خب الان با وجود این قیمت ها چیز خیلی هم چیز مهمی نیست. خدا رو شکر همه با یه شوک بهش بدیم این قلبش را میفته. حالا من گفتم میخواستم درست کنم، گفتم بیام با هم به اشتراک بذاریم. خیلی چیز ساده ایه، خیلی ساده است. حالا ویدیو رو سیو میکنم. سلام عزیزان، سلام. حالا ویدیو رو سیوش میکنم، بعدش میذارم تو IGTV. انشالله این تا حالا چند تا از این نورای کارگاه و امشبم نور آشپزخونم سوخت و گفتم با هم به اشتراک بذاریم. خیلی ساده است دوستان. ببینید تینر 20,000. بذارم صدا بولم کم کنم. با تینر 20,000، البته من سرنگم متاسفانه لاستیکش خراب شده، اینجوری کار میکنه دوستان. با تینر 20,000 خط اتصالش رو با سرنگ تینر 20,000 که هممون داریم میزنم قشنگ با حوصله که این تینر 20,000 بره اون چسبی که زدن این حباب رو به تلامپی وصل کرده، اونو میریزیم با تینر 20,000 ببخشید، میزنیم قشنگ دورش. حالا بعضی لامپا بچه چسب بیشتری خورده، یه خورده تو جدا کردنش سختره. یه چند لحظه صبر میکنیم. سلام دوستان، سلام عزیزانم، سلام. لامپمون سوخته بود، میخواستم تعمیرش کنم، گفتم با هم به اشتراک بذاریم. شارژ گوشیم هم فکر میکنم زیر 10 یه اخطار داد. سریع اینو درستش کنیم انشالله که یه چیزی با هم یاد گرفته باشه دوستان. یا با یه چیزی مثل پیشگوشتی دو سو، یا اینکه گاهن مثلا اینایی که به هم اتصال آلومینی دارن با فشار این حالت اون چسبش چیز میشه، جدا میشه. حالا من قبلا تینر زده بودم، شما بیشتر صبر کنید. یا اینکه با پیشگوشتی خیلی آهسته میذاریم این بین اتصال باز میشه راحت. ببینید آها، این اون چسبی که این چسب سفید رنگ زده شده، حلالش همین تینر 20,000. خب دوستان من این بیارم نزدیک. ببینید اون LED هایی که نقطه سیاه روش هست، میبینید نقطه سیاه روش یه سیاهی روشه. بذار من دوربینم ثابت کنم با سنوک پیشگوشتی نشون بدم. ببینید این یکی از اونایی که سوخته. خب این هم سوخته، این سوخته، این هم که نقطه سیاه بینش هست سوخته. اینو احتمالاً بسوزه یا سوخته، این هم که نشون دادم. پس تو کل LED ها رو نگاه کنی همه سالم، فقط همین دوتا احتمالاً باعث قطع خاموشی این لامپمون شدن. اینا هم کاری نداره. دقت بفرمایید. حتی میتونی با نوک چاقو یا یه دونه سیمچین اینو از تو مدار قطعش کنی. تمام. و اون یکی که سوخته اینو پاکش کردیم. زیرش دوستان 2 تا پایه است که از هم جداست. اینو با لحیم باید به هم وصل کنیم، یعنی به هم لحیمش کنیم.
نور بهتری بدم بهتون. خب کار خیلی ساده است. نه جواب میده کامل. اتفاقا زمانی که به من این لامپ جواب داده بیشتر از اونی بود که این نسوخته بود. بعد البته اگر حرفه‌ای باشین میتونید جایگزین هم بکنید دوستان. یعنی میتونید لامپ LED شو تو بازار تهیه کنید، لامپ جایگزینش کنید. چیز خاصی نیست. این الان اتصال کوتاه شد. اینم دوتا پایش اتصال کوتاه به راحتی. البته اگه مشکل برد داشته باشه دیگه حالا یه ذره تخصصی ترش. خب من فکر میکنم اینم نقطه زده. حالا روشن کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر که روشن شد میذاریم دوباره، اگر اتفاقی افتاد دوباره اون یکی رو یه تلامپی. ای بابا این چرا رفت رو اسکرین شات؟ بله بهتره. اینو میذاریم برای دوستانی که آماتورن مثل ما، بعد عجله دارند، امشب برق آشپزخونه‌شون قطع شده. بله اوکی، به همین راحتی. خوشحال شدم. اگه سوالی کمی کسی دارین مخلصم در خدمتتون هستم. اگر نه مرخص بشم زیاد وقتتون رو نگیرم. بعد دیگه حالا حباب رو با یه چسب خیلی کم دوستان بچسبونید که اگر دوباره اتفاقی افتاد بتونید دوباره جدا کنید. البته من لامپ کارگاه و سلام، ببخشید من خیلی عجله‌ای اومدم، اصلا قراری هم نداشتم لایو داشته باشم. مخلصم، قربونتون برم. سوالی اگر دوستان ندارید، بله خیلی بهتره که چیپو بهش اضافه کنید. اما محسن شما گفتیم موقت. نه، من این لامپ دستگاه الان 5-6 ماه داره کار میکنه. یه چی هم بگم دوستان، من حبابا رو میدارم البته تو ارتفاعی. لامپ کارگاه اگر نگاه کنید اونم سوخت. من البته یه دونه بود، اتصال کوتاه کردم الان 4-5-6. حالا این نه، لامپ کارگاه فکر کنم 2 ماه شد. اما اون چراغ مطالعه دستگاه خیلی وقته. خیلی مخلصیم، قربونتون برم، عزیزید. خیلی دوست دارم عزیزان لایو بذارم. درگیر یه کار نمایشگاهی بودیم که حالا کارا آماده شد. اولی ماه رفتم تحویل دادم. انشالله فرصت داریم میاییم یه شب یه کاری رو در خدمتون انجام میدیم، با هم لذتش ببرید. اگه دستوری ندارین من از خدمتون مرخص بشم. خدا قوت، شما هم خسته نباشید. مخلص شما. خیلی ساده است. یعنی امشب به قول خودمون کار منو، نه که امشب، به راحتی کارم انجام داد. ارادتمندم، مخلصم، قربونتون برم. خیر مقدم خدمت عزیزان و همه انرژی مثبتی که همیشه توی کار به من میدی. من ممنون و سپاسگزارتونم. انشالله که همیشه پرتوان و پرروزی و سلامت باشید. یا علی مدد. خداحافظ.